ما باید دین رو یاری کنیم. یه جایی که می‌بینیم دین تحقیر میشه بی غیرت نباشیم. عکس العمل نشون بده. حاجی چرا زاپاس بستی بالا سرت؟ حس عکس العمل نیست، لامصب. تو اتوبوس یک کسی حرف باطل میزنه، تو صف یک کسی حرف باطل میزنه. اگر حرف باطل میزنه لااقل نگاش نکن. ای بر دکلدوز لعنت. ایشالا سقط شد. خدا لعنت کنه این آخونده را. هر طرف سرمونه میچرخونیم حرف باطل میزنن. میگی چه کار کنه؟ یعنی عبوس کن. عبوس کردن وظیفه است. یعنی چه کار کنیم؟ اینجوری کنیم، اینجوری کنیم، اینجوری کنیم. قیافه ما دیگه از عبوستر نمیشه. حدیث داریم ما. حدیث داریم خلاف که دیدی یا با قدرت جلوشو بگیر چه کار کنیم؟ یا با زبان جلوشو بگیر یا با قیافه. عبوس کن. با زبان؟ عجب نهی از منکر شده. خدا رحمت کنه شهید هاشمی نژاد. میگفت رفتم منبر زمان شاه، ساواکیا نشسته بودن میخواستن از من یه سوژه بگیرن برای که منو دستگیر کنن ببرن زندان دولت شاه. میگفت یکی از این ساواکیا گفت برای سلامتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه صلوات. از پا بره ما منتظر بودن که من یک کلمه بگم، با همون کلمه دستاویز که منو همون تو مسجد بگیرن ببرن. منم عبوس کردم. همچی کردم. میگفت اون ساواکی رو منبر لهش کردم. ضبطام هیچی ضبط بگید نکرد. برادران ساواکی، من عبوس میکنم، جون مادرتون منو نگیرید. هم عبوس میکنم هم دست شما رو بوس میکنم.